نازنین من خیلی گشنم، بریم یه چیزی بخوریم. خدا وکیلی منم گشنم، بریم خونه واسه سقیرتما درست کنم امروز. سقیرتما چیه؟ نذار صداش پخش بش. نه ببین خیلی صداش بده غذا. نه بابا اسم غذای ترکیه اسم نداره چیش بگیم. خب سقیرتما بریم باقرساق کباب کنیم. یعنی باقر ساخته؟ اتش باقر ساخته؟ یا امام روده گاو و گوسفند نخوردی؟ باقرساق نخوردی چی خوردی بنده خدا؟ باسترما دیگه میخوری دیگه. باسترما ابوالفضل باسترما رو همه میخورن. باسترما از چی هست بگو ببینم. فش نه نه وایسا بپوشون باسترما اینجوری بپوشونیم دیگه. هیچی نگو بریم خونه یتیمچه میپزم. هیچی نگو یتیمچه میپزم دیگه. برو. یتیمچه چی جوریه؟ بی پدر مادر. چرا فوش میدی؟ خب گشنم شده دیگه، گناه که نکردم. چی کار دارم؟ اسم غذا بی پدر مادر یتیم ساغره. نمیخوام هیچی نمیخوام. آقا من هیچی نمیخوام.